هر که بعد نماز 33 بار سبحان الله گوید، 33 بار الحمدلله گوید، 33 بار الله اکبر گوید، سپس لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر گوید، گناهانش بخشیده می شوند اگرچه به اندازه کفک بحر باشند هم. گناهانش بخشیده می شوند اگرچه گناهانش مثل کفک بحر بسیار باشند، کفکی که هرگز تمام نمی شود مادامی که آب بحر موج می زند. خداوند چنین شخص را می بخشد، بنابراین نباید کسی ناامید شود. فرزندان ما همانطور کلان می شوند. کودکی که از خردسالی به کارهای نیک تربیه می یابد که چگونه ای که پدرانشان آنها را تربیه می کنند، وقتی کلان می شود به او چنین کارها عادت می شوند. ولی کسی که چنین تربیه ندیده است باید بر وقت‌تر آغاز کند، زیرا هر روزی که از عمر می گذراند صحیفه های آن در نامه اعمالش خالی از کارهای نیک پوشیده می شود. ابن عربی رحمت الله علیه می گویند که مغفرت خدا سه خیل می شود. یکم مغفرتی که خداوند ابتداءً می بخشد، با فضل خود به چیزی نگاه نکرده گناهان بنده را می بخشد. امام بخاری و مسلم روایت کردند که مرد نزد عبدالله ابن عمر رضی الله عنه آمده می پرسد پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره نجوا چه گفتند؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در جواب سخنان او گفتند شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین می گفتند بیشک خداوند بنده اش را به نزدش ندا کرده او را زیر پرده خود گرفته می گوید آیا فلان گناهت را می دانی؟ بنده می گوید بله خدا جان می دانم. بعد نهایت وقتی به گناهانش اقرار می شود و خیال می کند که اکنون هلاک شده است و دیگر جای خلاصی نیست، خداوند برایش می گوید چنانچه آن را در دنیا برایت ستر کردم امروز آن را می بخشم. این است مغفرت و بخشش خداوند. از خدا دعا دارم که از این فضل ما را محروم نگرداند. دویم مغفرتی که بعد برکشیدن عملهای بنده می شود. عملهای نیک و بد او به ترازوی اعمال گذاشته می شود و آن را برایش بر می کشند. شاید نیک و یا شاید بد وزنینتر می آید. خداوند در قرآن می گوید فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. باز حدیث ورقه که آن را امام احمد از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت کردند که به همین مسئله تعلق دارد. در آن آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند روز قیامت نزد همه خلایق از میان امتانم مردی را انتخاب میکند و به پیشش 99 کتاب گذاشته می شود. هر کتاب به اندازه دید چشم بزرگی دارد. در آن همه گناهانش ثبت شده است. هر کتاب به اندازه دید چشم کلان است. بعد خداوند برایش چنین میگوید آیا چیزی از این عملها را انکار میکنی؟ آیا فرشتگان نویسنده به تو ظلم کردند؟ بنده میگوید نه خدا جان. باز خداوند میپرسد آیا تو یگان عذر و یا یگان ثواب داری؟ بنده لال میماند و میگوید نه ندارم ای خدا جان. بعد خداوند برایش میگوید بلکه داری، ما آن را برایت نگه داشته ایم. امروز تو حقت را پره میگیری و کسی به تو ظلم نخواهد کرد. بعد ورقه ای میبرارند که در آن چنین نوشته شده است اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. سپس برایش میگوید بیا بنده ببین که عملهایت چقدر وزن دارند. بنده میگوید خدایا این یک ورقه در برابر آن همه کتابها چقدر وزن داشته میتواند؟ خداوند برایش میگوید تو امروز ظلم نمیبینی و حقت را پره میگیری. بعد آن کتابها به یک پله ترازو و آن ورقه در پله دیگری آن گذاشته میشود. پله کتابها سبک می آید و پله ورقه وزنین می آید. زیرا چیزی با نام الله در وزن برابر شده نمیتواند. نوع سیوم مغفرت الهی آن است که بنده در نتیجه گناهانش جزا داده می شود و او را به جهنم می اندازند. بعد با فضل و رحمت خدا او را از آنجا می برارند. ابن عربی رحمت الله علیه می گویند البته مغفرت و بخشش خدا بزرگتر از عقوبت اوست. حتی در چنین لحظه ها نیز
بخشش و مغفرت الله از جزا و عقوبتش بزرگتر می باشد. از خدا می پرسم که ما را مغفرت و عفو نماید. باید اینجا به یک نقطه تأکید نمایم. این گونه حدیث ها را بسیار می شنویم. مثلا مثل این حدیث شنیده امان و حدیثی که پیشتر ذکر کردیم. هر کی در یک روز 100 بار سبحان الله و بحمده بگوید گناهانش بخشیده می شوند. ابن بطال یکی از دانشمندان معروف اندلسی درباره حدیث هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم با همین معنا آمدند چنین می گویند: این حدیث ها همه به کسانی تعلق دارند که شرف دینی دارند و خود را از گناهان بزرگ پاک و دور نگه می دارند و نباید کسی گمان کند که او چنین کلمه ها را تنها با زبانش می گوید و کار خواسته اش را ادامه دادن می گیرد و از شهوت و محرمات دینی دست نمی کشد. چنین شخص گمان نکند که تنها با گفتن چنین کلمه ها به اخلاص و تقوا به مرتبه صالحان و نکوکاران و بندگان عزیز خدا می رسد. زیرا گمراه ترین کس همان شخص است که دین خدا را مطابق هوای نفس خود تفسیر می کند. برادران و خواهران، برای ما با پهن نمودن ویدیوها در سامانه‌های اینترنتی کمک کنید.